بله. بگذار پدر و مادرانشان که اینها را تا همین درجه آورده رسانیدند، بگذار هر آرزو و امید و هر چشم نکویی که از این فرزانه بدخشان زمین دارند، خداوند در امین سال و در تمام سال برایشان این نعمتی به ارزشی سلامتی و آرزوهای به انتها را نصیب و روزی گردانند. به همین خاطر برادران عزیز و خویشتواران محترم، صاحب جشن ما امروز به صحنه تشریف آوردند. ایشان را خیر مقدم میگویم، خوش آمدند. و در آغاز تشریف آوردن برادر تاج‌الدین که امروز زادروز دارند و سال مبارکشان به 53 سالگی میرسد، یکی از شاگردان با موفق استاد تاج‌الدین در پهلوی من، برادر مهمان شاه ایستادند. من میخواستم، چون که استاد را شاگردش بهتر میداند، فضیلت استاد را شاگردش درک میکند و نزدیکترین انسانی که و محبوبترین انسان برای استاد شاگرد است و برای شاگرد البته که استاد. به همین خاطر این بلندگویت را به زبان شیوا و گویای برادر مهمانشاه میدهم تا که استادش را به این روز فرخنده، به این روز سعید، به این روز زیبایی و هستی تبریک و تهنیت کنم. مهمانان عزیز، بار دیگر خوش آمدید. سرفرازی دنیا و آخرت نصیبتان بود. مرحمت می‌شوید. خوش آمدید. تشکر استاد. به نام خداوند که جان آفرید، سخن گفتنم در دهان آفرید. به نام خداوند که جان آفرید، سخن گفتنم در دهان آفرید. ز رب عزت اندر خواست داود، که حکمت چیست کامد خلق موجود. ز رب عزت اندر خواست داود، که حکمت چیست کامد خلق موجود. جواب آمد که تا این گنج پنهان، که در وی مایم بشناسد انسان. چون سحر روشن چراغ زندگی، چون سحر روشن چراغ زندگی، در زمین در آسمان زندگی. لوح داودی به گوش مردمان، ای مردمان ناتمام خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید غرور ما، خوش آمدید سرور ما. خوش آمدی، خوش آمدی پیر و برنای وطن، کودکان و مردان و زن. یک سخن بر یک زبان، کف زنان شادی کنان. یک سخن بر یک زبان، ای تو امیدی جوان و پیرمان. خوش آمدی، خوش آمدی، خوش آمدی، خوش آمدی. با اتحاد دست دهیم، با اتفاق یکدیگر. بنای عدل پایدار، بنای عدل آمدی. با این نظام ندیم خوش آمدی، خوش آمدی. بار دیگر مهمانان حاضران گرامی، قدم یکایک شما را از صمیم قلب
خیر و مقدم میگویم خوش آمده، خوش آمده. سلامت باشید. مهمانشای عزیز، عشقخانهای گوهرباری که از وجودت صدا دادند